اینجا باغ ارم شیرازه، مشهورترین باغ ایران تو دنیا. میدونستین اولین کسی که این باغ آباد کرده و اینجا ساختمون ساخته ایلخان قشقایی بوده؟ محمد قلی خان پسر جانی خان ایلخان قشقایی، کسی که با استاکر فرمانده انگلیسی کاری کرد که بعد از جنگ خودکشی کرد. محمد قلی خان قشقایی تو تاریخ آدم مشهوریه. بعد از برادرش ایلخان قشقایی شد و قشقایی‌ها رو سر و سامون داد. قشقایی که سر و سامون پیدا کرد شد سپر بلای مملکت. ایرانی‌ها که رفتن هرات از انگلیس‌ها پس بگیرن، انگلیس‌ها حمله کردن به بوشهر. تو جنگ ریشه نصیرالملک جد همین قواما که اون موقع حاکم بوشهر بود، پشت لشکر تنگسونی‌ها رو خالی کرد و تنگسونی‌ها اگرچه مردانه مقابل انگلیس‌ها جنگیدن، اما تلفات زیادی دادن و مجبور شدن عقب نشینی کنن. 2 روز بعدش هم نصیرالملک بوشهر رو 2 دستی تقدیم انگلیس‌ها کرد. اون زمان تنها سد دفاعی محکم برای رسیدن به مرکز ایران برازجون بود. باقی مونده لشکر دشتسونی‌ها و تنگسونی‌ها رفتن اطراف برازجون و اونجا بود که محمد قلی خان با 2 فوج از قشقایی‌ها اومد کمکشون و راه رو به انگلیس‌ها بست. میگن قشقایی‌ها با شبیخون‌هاشون و جنگ‌های پارتیزانی بلایی سر انگلیس‌ها آوردن که وقتی لشکر شکست خورد و انگلیس‌ها رسیدن به بوشهر، استاکر فرماندهشون همون روز خودکشی کرد. قبر استاکر حالا بعد از 170 سال تو بوشهر یادگار رشادت قشقایی‌هاست.